قانون اسلام شریعت اسلام نمی بود، چون شریعت اسلام ای اساس خالق متعال ای شریعت گذاشته که در اینجا مرد و زن پیش خالق متعال اردوش مخلوق است. مردم مخلوق است، زنم مخلوق است. مردم کرامت خدا داره، زنم کرامت خدا داره. از این خاطر شریعت اسلام وقتی که مرد میگه که تو بالای تو نفقه فرض است، اینمی مرد یک جوالی است. مثلا من در خانه خود، من استاد پوهنتون هستم، لکن برای مادر اولادای خود جوالی هستم. چی میکنم؟ بسیاری وقتا سودا را میخرم. این سودا را وقتی که در نزدیک میام تاکسی در پایین بلاکا میگه من صاحب داخل اولی نمیرم، نمی سرک آوردم دیگه برو بخیر. پس پایان میشم سوال میکنم که نه جوالی است نه کسی است، بورجی صاحب از ترکاری و گوشت و همه چیز پر است. این رسیدم پشت خود میگیرم، پوز خودم پت میگیرم کس نشناسه، اما تو جوالی واره میام به پیش خانه ایره چی میکنم؟ پایین میکنم. مرا کی جوالی زنم ساخته؟ اسلام. به خاطر از اینکه برای ما گفته که نفقه خانم چی است؟ سر تو فرض است. اما در غرب چی کردن؟ اونا اینمی زنه را که اونا میگن که ما برای خدمت کردیم، حقوق مساوی نکردن. حقوق مساوی نیست در غرب، تکلیفا را مساوی کردن. چی گفتن؟ گفتن زن سرشور خود هیچ حق نداره، نه حق نفقه داره، نه حق لباس داره، نه حق مسکن داره. پس اونمو زن مجبور است که 24 ساعت او هم کار کنه، شوهرش هم کار کنه. ما یک روز در خانه گفتم والا اگر اینمی قانون اسلام نمی بود، رحمت اسلام نمی بود، مثلا 40,000 معاشم است، تو اگر زیاد میرفتی کار میکردی در یک مکتب معلم می بودی 6,000 معاش میداشتی. تو در 6,000 هر روز چپس گرم خوردن نفست مبرامد. من در 40,000 هر روز میرفتم صاحب کباب میخوردم. لکن حال اسلام چی کرده؟ اینمی 40,000 من میارم صاحب برای تو تمام روز صاحب قابلی پخته میکنی، خودت چی که عین از قومای تو هم یگان تا میمانی و ترام میکنی. این چی از عظمت اسلام است که مرد چی کرده؟ مرد بر زنها، چون زن وظیفهش چی است؟ مادر است و عزت داره و ارزش داره. برای مرد گفته که نفقه بالای چی است؟ نفقه بالای تو است. مسکن تو باید برای خانمت آماده بکنی، لباس باید تو برای خانمت آماده بکنی. پس وقتی که مریض میشه تو خانمت میبری پیش دکتر و در شفاخانه میبری. مال مرد کلش در خدمت چی است؟ در خدمت خانمش است. از این خاطر وقتی که در لندن احصایه گرفته شد 94% از دخترای لندن گفت ما ازدواج نمیکنیم. چرا ازدواج نمیکنیم؟ به خاطر از اینکه شوهر در مقابل ما هیچ مسئولیت نداره. ما وقتی که ازدواج کنم حامله دار میشم و وقتی که ما حامله دارم هستم شوهر میگه برو خودت کار کن من نفقه تا پیدا کن، اما از نگاه قانونی من هیچ چیز ندارم. این سبب چی شد؟ این افراط از اینا سبب از این شد که امروز نسل سفید اروپایی رو به انقراض است، از بین میره. چرا آلمان یک لک جوان میخواد در آلمان جذب بکنن؟ شما می گزارشات قوی دانشمندای بزرگ از اونها رو مطالعه کنین که اونا میگه که امروز آلمان به جوانها نیاز داره. نسل جوان آلمان چی میشه؟ روز به روز از بین میره. یک تعداد مردم صاحب همجنسگرا شدن و ازدواج نمیکنن. یک تعداد مردم دیگه ازدواج میکنن لکن میگه باید دخترها شرط میگذاره که ما که تو ازدواج میکنیم به شرطی که اولاد نداشته باشیم. یک تعداد دیگه ازدواج میکنن میگه ما فقط یک طفل داشته باشیم. یک تعداد دیگه عیاشی میکنن، هیچ ازدواج نمیکنن. پس روز به روز عوضی که این نسل زیاد شده بره این نسل کم میشه. پس نسل اروپا را کی پورا میکنه؟ اینمی امیگریشن است، اینمی مهاجرین است. مهاجرین که صاحب اونجا رفتن، اروپایی بیچاره صاحب تمام روز زحمت کشیده میره، بالاخره در آخر عمر یا اولاد نداره یا اگه دارم یک اولاد داره. اما این مهاجر وقتی که اونجا رفت، این مهاجر صاحب اونجا خب بیکار میمانه. وقتی که بیکار مانه هر مهاجر سعی کنی 16 تا 17 تا اولاد اونجا صاحب داره.